برمیگردیم به سایتمون. اینجا بودیم. خب رو صفحه نگه می‌دارید، گزینه پیست که ظاهر شد بزنید، اینو دوباره رو صفحه نگه دارید، این کادری که میاد ازش استفاده کنید تا زوم اوت کنید ببینید. بالای صفحه دکمه آبی دیپلوی رو میزنید، نیو اپ، نیو دیپلویمنت. تو صفحه‌ای که باز میشه آیکون چرخنده، بعدش هم اینجا وب اپ و خب گزینه آخر رو، فیلد آخر رو فقط بذارید رو انیوان و دیپلوی رو دوباره بزنید. تو صفحه جدید دسترسی میخواد، رو دکمه آبی بزنید. این اختیاری که میده پایین ادوانس یا پیشرفته رو بزنید و گزینه آخر اینو انتخاب کنید. در صفحه‌ای که باز میشه روی کانتینیو باید بزنید، آخر صفحه. خیلی خوب، به این قسمت دقت کنید. مثل روش‌های قبلی ما دیگه به دیپلویمنت آیدی نیازی نداریم، پایین‌تر به وب اپ فقط نیاز داریم. این رو کپی می‌کنیم، یه بار شما روی این لینک هم کلیک کنید. بعد اینکه کپی کردید اینجا باید یه پیام اکتیو ریلی به شما نشون بده و اگه این پیامو نشون نداد معمولا برای اکانت‌های جیمیل تازه تأسیسی مشکل پیش میاد. و یه کادر باز شد که نوشته بود باید به گوگل درایو هم ساین اپ کنید، دسترسی لازم رو بهش بدید، روی ساین اپ بزنید. ولی اگه انجام نشد یعنی کانفیگ شما مشکل داره، شما باید یک کانفیگ دیگه استفاده کنید که اکانت گوگلتون به گوگل درایو هم متصل بشه. خیلی خب، برمیگردیم به تلگرام. چیزی که کپی کردیم و اینجا پیست میکنیم، وب اپ رو می‌نویسیم. در مرحله آخر به این قطعه کد جیسون نیاز داریم، کلش رو کپی میکنم و این قسمت رو ازش ور میدارم. خب متاسفانه خراب شد. البته من اینو بهتر میذارم که شما راحت‌تر کپی کنید، فقط یه لمسش کنید کپی بشه. ای بابا. خیلی خوب، انتخاب همه رو میزنم دیگه، بهشون نیازی ندارم. دوباره اینو پیست میکنم و فاصله‌شو برمیدارم. یه بارم فرمت معمولی رو میزنم روش اعمال بشه. خیلی خوب، توی قسمت اول به جای وب اپ که بین دابل کوتیشنه، شما همین لینکی که ما اینجا گرفتیم رو کپی میکنید، میذارید اینجا ارسال و قسمت دوم کی یعنی پسورد ما رو میخواد. پسورد ما اینه و اینو به جاش میذاریم. خیلی خوب، کار ما تموم شد و حالا این فرمت جیسون رو کپی میکنیم، بعد داخل کلیپ بورد ما باشه. دوباره برمیگردیم به همون اپ که اول نصب کردیم، اپ زیلن رو باز میکنیم و گزینه ایمپورت رو این پایین صفحه این دکمه آبی رو میزنیم. خیلی خوب، سرور ما به درستی اینجا پیست شده و این علامت سبز رنگ هم به معنای وصل بودنه. میریم اینستاگرام رو یه دور چک کنیم. خیلی خوب، خب آموزش ما پایان رسید. خدا نگهدار.